رانندگی داشته باشی از شهر زیبای رامسر تا شهسوار یا همون تانک‌آوا. امروز شنبه 30 فروردین، ساعتم 11:36 دقیقه است. منم که مرتضی. امروز اومدم از شنبه بازار رامسر فیلم بگیرم. این اسم این پل صفاروده. بازار محلیش دقیقاً انتهای این پل هم دست چپه هم دست راست، که دست راستش بزرگتره. زیتون فروشی ها کجا؟ بعد بازار روز شامل خانمای سبزی فروشه بیشتر. این دست چپ بازار ماهی فروشان هم هست. تو ولاگش اگه دوست داشتین حتما نگاه کنید، به نظرم جالب بود. بیشتر خانمای سبزی فروش اومدن، یعنی چیز خاصی میوه تره باری محصولات محلی دارن. ماست، دوغ، سبزی خوراکی، تخم مرغ هم اینا بود. و یکی هم صنایع دستی، یعنی مثل بازارهای محلی گیلان بگیم اینجا میوه و تره بار، سیب زمینی اینا ارزون‌تر گیر بیاری نیست، در اون حد نیست. بازارش هم شنبه و سه شنبه است. دقیقا اینجا دست راست و دست چپ هم یه خورده نسبت به فیلم گرفتن مقاومت میکردن. معمولا محلی های خانم های روستایی اینجوری هست. ما سعی میکنیم زیاد پاپیش نشه، سوال نکن. هفته پیش ولاگ رانندگی توی رامسر رو گذاشتم، جای مختلفش رو معرفی کردیم و ما هم گشتیم که استقبالش خیلی خوب بود. فکر کنم الان توی 4-5 روز 2 کا خورده شد، 2 کا 300 باد شده باشه که واسه رانندگی هامون خیلی خوبه این مدت کم. دیگه ما گردش تو مازندران هم شروع کردیم. اسم این میدون امام، میدون اصلیه. دست چپ برمیگرده سمت رشت و لاهیجان و لنگرود، دست راست میره به سمت هتل و بیمارستان و اومد شهرداری و اینا. مستقیم هم میخوره به 20 متری و با بولوار کازینو اینا. ما از این سم میریم که هم توضیح بدی هم حال چیزش بیشتر. ترافیک هست. هوا امروز خیلی گرم شده. تا دیروز صبح بارون بود شمال. ایستگاه شهسوار هم همینجاست. رامسر و شهسوار نزدیک هم هست. فکر کنم هولوش 10-12 کیلومتر با هم فاصله، نبایدش 15 کیلومتر. فکر کنم 15 کیلومتر هم 15 کیلومتر شده. اینجا ایستگاه شهسوار. اسم رامسر قدیم سختسر بود، الان بهش میگن رامسر. سخت رام، این دو تا معکوس هم برعکس هم. دیدین بازار محلی دقیقا هم دست راست ماست. بیشتر همین سبزی هاش خانوم و هاش خانوم روستایی و اینا سبزی میارن، یعنی انتظار یه بازار محلی مثل بازار هفتگی گیلان رو نداشته باشه. بازار محلی مثلا داره اینجا روزای دیگه. مرکز شهرش اینجوریه. ولاگ رانندگی تو رامسر رو خواستین، من لینکش رو براتون تو همین توضیحات همین ویدیو میذارم، یا تو پلیلیست شهر رامسر میتونید پیداش کنید. الان هم داریم میریم سمت شهسوار. ولاگی گرفتم یادم نیست چند شنبه بود، البته زودتر بود، ترافیک کمتر بود. اینجا ما مجبوریم ترافیک کم تحمل کنیم. راجع به قیمت ها هم دوستان خیلی سوال میکنن. قیمت وسایل یه خورده تو رامسر ما رو سوار میشه. الان نیم قیمت تو رامسر یه خورده گرونتره. مثال میگم، حالا شاید مثلا جنسای دیگه ارزونتر بشه. من 2-3 تا قیمت گرفتم. مثلا زیتون خیلی لوکس مثلا اینجا 200 تومانه،
الان 150 به جز رودبار خب کلا گرون‌تر. یا مثلا تخم محلی 5-6 تومن میانگینه دیگه. من 7 تومن ندیدم بازار هفتگی ها، اینجا مثلا میگه 10 تومن. برنج مثال میگم، باز میگم شاید جنسای دیگه ارزون تر باشه. من مثلا 4 تا قیمت گرفتم دارم با هم مقایسه میکنم. مثلا برنج هاشمی رو اینجا میگفت 190 تومن، 170. اینا تو ایران میتونی بگیری. یه خورده نسبت قیمت گرون‌تره. حال شهر توریستیه. غیر معقول رو نمیدونم، شما خودتون قضاوت کنید غیر معقول هست یا نه. برامون کامنت هم بذارین. الان این سر نبش ما دقیقا دست چپ ما شهرداریه. این خیابون میخوره به 20 متری. یه خیابونی هم تو انزلی هست اسمش 30 متریه. خدا این خیابون دقیقا 2 برابر اون خیابونه. یا متر این اشتباهه یا متر اون. خیابون 20 متری معروفه. اسمش هم بولوار طالقانیه. دقیقا میخوره به ساحل خلج و اینا، وصل میشه به کمربندی ساحل خلج. از چیزای تو راه ما الان یکی بیمارستانه، کاخ و هتل و آب گرم و ایناست. مجموعه چیز آرامشه، اشتباه نکنه اسمش آرامش باشه. باز دقیق‌تر جلوتر می‌بینیم بانک ملی مرکزیه. دیگه میخوره به رمک و فرودگاه و ما یه بستنی فروشی معروف اینجا هست، بهتون میگم اومدین حتما امتحانش کنید. بستنیش خوشمزه است، معروفه. بستنی پامچال، شیر محلی فکر کنم درست میکنه، خوشمزه است. پلاک رامسر هم 72 سینه، ذهنتون باشه. 72 سین، 72 دال، 82 تا 92 دال، 92 و 72 دال، 82 تا مال شهسوار. پلاک شهسوار از شیروت شروع میشه. این پلاکی که میگم تا اوبر کلارآباد و متلقو و اینا همه پلاکشون همینه. این مال خود شهسوار هم خرم‌آباد و اینا همه شاملش میشه. یه چیز دیگه هم حالا میرب به کار ماست. من متولد رامسر هستم. شناسنامه‌ام تولد محل رامسر. اینجا به خاطر همین خورده بلد. هوام گرمه. این ماشین 21 درجه رو نشون میده. نمیدونم رامخواد رو سنجش درسته یا نه. حالا ترافیک که داریم چی می‌کنیم. ممنون از عزیزانی که به ما محبت دارن، ولاگو تا آخرش میبینن. این ولاگ قبلی راجع به رانندگی تو رشت انزلی بود. من یه جمله آخرش گفتم، خیلی عزیزان کامنت گذاشتن، اونا جوابشو دادم. 20 متری اشتباهی گفتن اسم خیابونش یادم نیست. یعنی واقعا خوشحال شدم. باعث افتخار منه که دوستان نگاه میکنم، محبت دارم به من. این دست راست ما الان این بیمارستان امام سجاده. این مستقیم میخوره به کاخ و هتل و آب گرم. ما دست چپ میخوایم بریم، کاری نداریم. دیدم که بانک ملی مرکزی اینجا میان. یه خورده صبور باشین. من تو رانندگی آدم صبوری نیستم، نه اینکه عجله داشته باشم. منظورم که از بیقانونی دیگران اعصابم زود به هم میریزه. شما سعی کنین رو خودتون کار کنین، اولا عجله نداشته باشین. چون من کارام عجله‌ای نیست. مثلا میخوام برم جایی، نیم ساعت زودتر راه میفتم. اینجوریه، عجله ندارم، سرعت ندارم. ولی اینکه مثلا یکی راهنما نمیزنه، یکی چی میکنه، یه خورده سیمی من صدقاتی. این هتل رامسر الان دست راست ماست. من یه ولاگ میخوام از تو گردش رامسرم بگیرم. یکی از دوستان خارجی بود، ایرانی البته اسمش، انگلیسی نوشته بود
شما هتل رو نشون ندادین، من ولاگش رو جدا قرار بگم. ما رانندگیه دقیقاً الان دست راست ما این محوطه‌ای که الان درختکاریه، اینا همشون مال خط میشه به هتل. الان به این بریدگی دست چپ ما اینجا مصلا و چیزای نماز جمعه مصلا میگن. دست چپ ما الان خاصی دست چپ ما میره به بولوار کازینو، خود پارک کازینو، بولوار معلم قشنگ رامسر، همین دست چپ ما بود. ببخشید تون میگم چون اینجا خود نزدیکم. خاطر رامسر هم الان دست راست ما، من میبینم جای شما خالی. این مجتمع آرامشه، الان دست چپ ماست. اینجا غروب همشون از این آب گرم خواسته بری از اینجا ببینید دست راست ما. از اون ور راه اصلیشه و راه گم کردین این ور هم میتونید برید. اشتباهی اومده. اینجا آرامش شدی، میبینین پارکه دم غروب اینجا دوبل هم پارک میکنن. یعنی شما اگه مسیر رو اومدین یه خورده احتیاط کنید، یه بچه کوچیک و اینا میپرن وسط، خطرناکه. عجله نداشته باشین، یه تیکر رو حداقلش. اسم این خیابون رو من نمیدونم، اسمشو من ندیدم، یادم رفت بگم. شما بگین خیابون خوشگله. الان ما میرسیم به چراغ قرمز که اسمش رمکه. بریم اونجا توضیح میدم بهتون کجا میره. این یه تیکه از اینجا تا اونجا یه خورده اوضاع قاطی پاتیه، خورده دقت کنید نزنم بهتون نمالم. این بستنی پامچال الان دقیقاً دست راست ماست، اونم بتونیم ببینید. سر این نبشن برای راهنما زد. همینجاست. بستنیش واقعا خوشمزه است، پیشنهاد میکنم تست کنید. یه بستنی هم بین رامسر شهسوار ناسیونال، اونم خوشمزه است. اینجا ترافیک بود چیز رو نگران نباشید، بازم بستنی فروشی خوشمزه هست. اینجا چراغ قرمز روش میگن رمک. رمک دست راست میره به سادات محله و کتالوم و اینا. سادات شهر میگه، ما اسمش سادات شهر اسمش جدیدتره، شما این سادات محله اسمش عادت کردیم. دست چپ که میره به بولوار کازینو، رشت و لایجان اینا میخواد بریم، دست چپ باید بریم. اسم این بولوار هم شهید رزاقی بود. مستقیم هم که میره به شهسوار و تلکابین و شیرود و چالوس خواستیم بریم، باید مستقیم بریم. دانش آموزان نامآور. بهتون گفتم این تیکر رو رعایت کنید، اینجا فروشگاه زیاده، خیلی بی جهت وای میسن. الان جلوتر یه شیرینی فروشیه، فکر یکی 2 سال افتتاح شده، لیلی بکنه اسمش، شیرینی فروشای معروفه. همونجا وای میسن دوبل و سوبل و یوم زن و ترمز. شما احتیاط کنید. دست چپ ما فرودگاهه، دست راستمون هم که پمپ بنزینه. تو راه بازم پمپ بنزین داره تا شهسوار، فکر کنم تا خود سر شهسوار حساب کنین 2 تا دیگه پمپ بنزین هست. رد کردیم نگران نباش، نزدیکه. اینجا تا شهسوار نزدیک 1 رو 20 دقیقه راه، 25 دقیقه پارش.
فرودگاه بین‌المللی رامسر. جای دیدنی رامسر هم که از دریا شروع کنیم، همین پلاژ و چیز کازینو بازی، چیز ساحل پارک بازی کازینو میگن، اینو چی بهش میگن، انتهای همین بولوار کازینوه. خود بولوار کازینو که الان اسمش معلمه، رامسریا سوال کنیم میگن کازینو، شاید معلمو خیلی ها ندونن، بهش میگن کازینو. هم بولوار خوشگله و ساحل خلج مجموعه تلکابین و بازی‌های داخل شهر بازیه. این دوربین 70 تا میزنه، مثلا همه ترمز میزنه، هر کی جو ترمز میزنه اینجا رو بلده. 71 رو میزنه. و دیگه جای دیدنی جواهر دشت دالخانیه. دالخانی ما عادت کردیم تو خونمون اینجوریه، نه دالی خانی میگیم. یه اسم اصلیش الان میبینید دالخانیه. من خودم حالا نمیدونستم، یه اتفاقی ما میگیم دالی خانی، میخوره به بالا اشکبر، جنت رودبار، بالا اشکبر میشه اشکبر مازندران. اینجام که ماکت خلبان شهید خلطبریه، چون رامسری بودم دست کوچیکشو بازم یادم رفت، اونشون شد. مجموعه هتل کوثر رو فکر کنم چیز سوارکاری هم داره، من چیزی که شنیدم خودم نیومدم داره این هتل، مجموعه هتل کوثر و اینا. این دست راست ما سر سرعتگیر الان میریم، میخوره به محله هم سادات شهر. اگه دیدین ترافیک و چیزه میتونین از اون چراغ قرمز بندازین دست راست، از اینجا میتونین در بیارین، راه داره. یا میتونین بازم جلوتر برین از کاتالون در بیارین، دیدین شلوغه چیزه میتونین از اون پشت بندازین بیارین. یه بستنی خوشمزه گفتم بین رامسر و شهسوار همینه، اینجا ناسیونال. ببینیم باز از چون جلوتر بستنیش هست. این دوربین رو رد کردین، بستنی ناسیونال، خیلی بستنیش خوشمزه است. شرق گیلان هم که همه بستنی شقایق باجارگاه شکل چای. میره به کاتالون. این آقایی میگم شنبامسی کاتالون بازاره، من یادم نیست. اینا همه جز رامسر.
پومزین همینجاست. با زمان پومزین رو رد کردین نگران نباشید، اینجا پومزین نزدیک هست. پومزین همینجاست. اینجا میگم میان حاله. پومزین میان حاله همینجاست. چون اونجا یه خورده بجور میپیچن و اینا ممکنه ردش کنی، عجله نکنید، دندقم نه. این همینجا برید. دو شهر وابسته به هم، مثل تو گیلان، مثل لنگرود و لایجان میشه بود، خیلی با هم اوکی هست. چون مرکز خریدای انفاش تو رامسر خود کمه، همه خرید میان شزاوار. از جاهای دیدنی اینجا مقبره که نمیشه گفت، قبره دیگه، مرحوم حبیب، مرد تنهای شب، مقبرش همینجاست، محل دفنش. چیز خاصی نساختم اینجا، نوشته نیاسته. اگه خواستیم بریم باید بریم توی محل نیاسته. فکر کنم تو گوگل باید ثبت کرده باشه. این مقبرشون، من میگم مقبره عادت کردم، محل دفنش هم اینجاست. روزشون شد، من حرفاشو خیلی گوش میدم. هم بزن باران فعالان فصل خونه است، واقعا قشنگ. به اینجا میگن هریس. این جاده دالخانی که گفتم از همینجاست. میرسیم بهش. خواستیم بریم دالخانی، جنت رودبار، یاد بالش که بر چه بگم خنده داره. رد کنیم میبینیم تابلوش نوشته گردشگری دالخانی، لشکر خلبان حسین خلبان. این محل چیزشون اونجا بود، مادری. این حاضره بزنه به ما، ولی ترمز نزنه واقعا. اینجا هم چالپروده. از چند تا ماشین باید همیشه بترسید. یکیش پیکانوانته، یکی تاکسی، یکم نیسانه. از اینو کلا دوری کنید. چون قانونی بابای خود من پیکانوانت داره. جد آباد اون نیست پیکانوانت نشه. بابای ما همینجوری هرچی بهش میگی پدر جان خود رعایت کن، نگاه کن. نمیدونم سیستم چجوری روش میشینی، نباید توجه. آن داشتم راجع به اون چیز خنده‌دار جاده حریص میگفتم. بچه‌های 60 بار خاطره از این جاده حریص همه دارم. چیز محلی هست بهش میگن خاش بگیران. بچه گلوش گیر میکنه اینا، این خانم‌های محلی هستن در میارن. برای ما جاده حریص خاطره همون. میکنم شرقی گیرانی بهش میگن گالوگیر، هم چیزی گالگیران. بقیه رو نمیدونم چی میگه فارسیش. تبلیغات این باید خاش بگیر. خاش مندوش استخونه. این بچه های سری هستن چی گلشون گیر میکنه، تب میکنن، چی نمیخورن.
بزرگترین شهرستان تونکابون یا همون شهرسوار شیروده. یعنی شما این پل رو رد کنین دیگه جز شهرسوار هست. شیرودم همه با اون مرحوم علی اکبر شیرودی میشناسنش، خلبان کبرا و هلیکوپتر. فیلم سیمرغ و سریال سیمرغ اگه دیده باشین نقش اصلیش هم اصلا سریال در مورد همون زمان شد. الان میریم میبینیم ماکتش هست. دارم میرم 80 90 تا میرم، جو آروم نمیرم. من 70 تا دارم میرم چون با توضیح بدن چیزی یادم بیاد. آبشار تودارک یک جای دیدنی همین غرب گیلان مازندرانه. این آبشار تودارکه، قسمت بشه برم براتون فیلم بگم. خیلی من خودم 10 سال پیش رفتم، خیلی قشنگه، جای دیدنی اینجاست. محلش یادم رفت، کام لشتود اسمش اگه اشتباه نکنم. به 2003 و سلیمان آباد اینام راه داره. چند روز دیگه میخوام یه ولاگ رانندگی از شهرسوار. این پل شیرود بود، از این پل به این ور جزو شهرسواره. چند روز دیگه میخوام رانندگی توی شهرسوارم بگیرم، اونجا رو براتون همه توضیح میدم. یه پلیلیست هم برای شهرسوار باز میکنم، اولین فیلم شهرسوار رو براتون میگم. البته دوشنبه بازارش هم قراره بگیرم که انشالله دونه دونه شهرهای مازندران هم بتونیم پوشش بدیم. اینجا شیروده، این امامزاده شیروده، مقبره علی اکبر شیرودی گفتم همین کنار دست چپشه. قبلا این ماکت هلیکوپتر این جلو بود، اون برداشت. الان ورودی شهرسوار، اون ورودی شیرود از اون سمت ماکت هست. این مقبرش هم اینجاست. لپاسر یه روستایه، خودم تا حالا نرفتم. شهرک فرنگیان اون دست خیابونه. همه عجله دارم اونه راز شد. همه تو گوش. اینجا سر کمربندی شهرسوار هم پمپ بنزین هست، یکی سرشه یکم وسطشه.
واسه اولی هم رد دادیم، باز نگران نباش. وسطاش هم یه دو پمپ بنزین همین دسته هم اون دسته. خط فراوان. مثلا 2000 3000 هم خواسته ببینیم بازم پمپ بنزین از هر دو طرف، هم از طرف خرم‌آباد هم از دوربین داغ کرد، مجبور شدم بزنم کنار تا دوربین خنک شه، باتری عوض کنیم. تابستون که میشه آفتاب باشه یه خورده دوربین زود داغ میکنه، مجبوریم. اینم ورودیش، اونم هلیکوپتر ماکتی که گفتم. اینجا ورودی شهسواره از سمت رامسر. این دست راست ما پمپ بنزین بود، دست راست میره به کمربندی، مستقیم میره اون ور شهر، دانشگاه آزاد اینا در میاد. ما هم دست چپ باید بریم سمت داخل شهر، ببینیم تونستیم مرکز شهر میریم. اینجا رو رد کنم بهتون، اینجا افشوره است. اینجا یه دونه کارخونه آب میوه داره، معروف هم هست. دست راست میگیره. میدون بار شهسوار هم قبلا اینجا بود، الان نمیدونم بردنش تو کمربندی، قرار بود ببرم نه، الان من دقیق ندارم. یه ولاگ رانندگی از شهسوار میذارم اینجا رو، همه رو توضیح میدم. چون از رامسر چیز کردیم تا داخل شهر هم بریم، اینجا رو یه توضیح بدم. اینجا جز کریم آباده بهش میگن، جز محلهای با کلاس شهسوار. گرون هم هست از قدیم، آدمایی که مثلا یه خورده وضعشون بهتره و اینا اینجا خونه دارن، اکثرا کارمند و بانکی و دکتر و اینا. مثلا اون موقع قدیم بود، اونجا توضیح میدم، اینجا توضیح ندم بهتر. دوست داشتیم ولاگ رانندگی شهسوار رو ببینیم، چیزای جالبی میگم، یادآور خاطرات. این فست فودیا و چیزای معروف چیز از اینجا شروع میشه. نه اینکه جای دیگه معروف نباشه، اینجا مثلا خیلی کنار همه، تراکمش بیشتر، پاچینی و کته کباب و پیتزا و اون قدیم. یادمه این میدون کریم آباده، دست چپ میره به ساحل، دست راست میره تو شهرک. اینم پارک کریم آباده. اینجا رو براتون ولاگ میگیرم، حتما میگیرم براتون. شهید صالحی. اینجا یک کمربندی دیگه هم داخل شهر داره، بهش میگن فردوسی، خیابون فردوسی بهش میگن. این چراغ قرمز رو دیدین دست راست میره به میدون هفت تیر، کل چشمگیره، جانبازان، ماهی فروشان، فردوسی شرقی. نهایتش از اون ور بعد از یا چیز خرم‌آباد میخوره به گلزار شهدا و وادی و سپاه و اینا. 2000 3000 هم خواستیم برین، از این ور بریم. از این به بعد رو میگم بولوار شهید شجاعی.
سلام میکنم به بچه های گل شهسوار، دوستانی که خارج کشورن، همشهری گلن، عاشق بچه های شهسوار هر جا هستن با مرامن، هر جا هستن، هر جا هم دیگه رو میبینن. این بولوار شهید شیرودیه. این کوچه های جای معروفش اسم کوچه هاش یادم، کوچه امید بود، کوچه خاصاخان فکر کنم اگه اشتباه نکنم. یه دونه دیگه هم معروف داره اینجا. گلی هم مقدم کنم بهش میگن کوچه گلی، این چیز کوچیک کوتاه کرده است. بچه های شهسوار مثل بچه های دنگرود با شهرشون خیلی حال میکنن. یه بچه شهسوار هم این میدونی که الان میرسه میدون شهید شیرودیه. اداره آموزش پرورش همین دوره همین میدونه. دست چپش میره به ورزشگاه امام رضا، سالن امام رضا معروف. دست راست ما میره به شهسوار محل، فردوسی. اینا رو سعی میکنم تو ولاگ بگیرم. صبح زود بیام، خلوت باشه، الکی ولاگ طولانی نشد. سر ظهرم ها 12 و 19 دقیقه است. الکی ولاگ طولانی میشه. من میدون شهید شیرودی رو دور میزنم چون خیلی ترافیکه، الکی طولانی نشه. دوست داشتین، علاقه داشتین ولاگ رانندگی تو شهسوار ما رو ببینین. من میدون امام میرم اونجا. میدون اصلی میدون امامه دیگه، مستقیم بریم میخوره به پل چشمکیله. سبز میدان، پارک مادر، اینا. ما دست چپ میزنیم که از هلالمه خارج شم. اینجا ترافیک گرمه، الکی ویدیو زیاد میشه. امیدوارم که از این ولاگ راضی باشین، خوشتون اومده باشه. مجدد به ولاگو تقدیم میکنم به بچهای گل همشهری خودم، بچه‌های نازنین شهسوار. خود رعایت نمیکنم ولی ما دوستشون. لایک، کامنت، حمایت فراموشتون نشه. انشالله که لذت برده باشین. روزتون هم بخیر.